که ویدیو گرفتم فکر کنم 4-5 ماه پیش بود. الان خیلی سخته جلو دوربین بودن. بعد اینکه امروز قرار نیست کار خاصی انجام بدم، فقط قرار از روزم ویدیو بگیرم تا اونجا که میتونم. الان تازه بیدار شدم، بعد ظهر نمیدونم الان صبحانه میخورم یا صبر میکنم نهار بخورم. بعد امروز کلاس آنلاین دارم، بعدش هم میخوام کار دانشگاهمو انجام بدم. من کلاسم الان تموم شد، بعد اصلا حوصله ندارم کار دانشگاهمو انجام بدم، ولی 2 هفته است که انجام ندادم، باید انجام بدم. البته فردا هم وقت دارم چون کلاسم دوشنبه است، امروز شنبه است، ولی اگه اونو انجام ندم ویدیوم خیلی کوتاه میشه. دقیقا همین لحظه که اینا رو تنظیم کردم که بکشم برقمون رفت. یعنی نشونه نیست که من نباید اینا رو انجام بدم. خونه تنهام هستم، ساعت 20 دقیقه به 12. راستی ندیده بودین من عینکی شدم؟ هم فکر میکنم من جوری الکی میزنم واسه اکسسوری و اینا، ولی واقعی بچه ها 1 سال تمام کور بودم، بالاخره رفتم عینک گرفتم. فکر کنم اسفند گرفتم. واقعیه. بذارین برق بیاد چند تا آپدیت دیگه هم میدم بهتون. البته چیز خیلی خاصی نیست، ولی برق بیاد بهتون میگم. برق اومد متاسفانه، ولی کار زیادی الان نمیخوام انجام بدم. فقط میخوام که چند تا مانکن کپی کنم که بعدا روش لباس بکشم. چیزایی که میخواستم بگم، اول اینکه کاردانیم تموم شد. بعد نمیدونم کسی یادشه یا نه، من کارهای ترم آخرم که ترم پیش بود خیلی زیاد بود، خیلی هم سخت بودن. بعد میخواستم بگم که هم همشو انجام دادم، هم معدلم 20 شد. برعکس بقیه که الان که نتا بچه میری اینستا میبینی زندگیشون خیلی پیشرفت کرد، خیلی تغییرای مثبت داشتن، خیلی تونستن روتینشون رو حفظ کنن و اینا، ولی خیلی روزای سختی بود. نمیدونم که چجوری مردم انقدر پیشرفت کردن، ولی من اصلا زندگیم اینجوری نبود، اصلا حوصله نداشتم. واسه همین آپدیت خاصی نیست الان بدم، یعنی پیشرفت خاصی نداشتم. اتفاقا خیلی کارا رو ول کردم، مثلا باله رو ول کردم، رژیمم ول کردم، وزنم دوباره یکم رفت بالا. فقط اون اول همه تلاشمو کردم که دانشگاه رو هندل کنم، بعدش کار خیلی خاصی نکردم. قصدم این نیستش که زندگیمو مقایسه کنم با اونایی که الان تو اینستا میبینن. هدفم بیشتر اینه که اگه شما هم هیچ کاری انجام ندادین یا یه سری چیزا رو ول کردین یا خیلی چیزا رو نتونستین خوب پیش ببرین، بدونین که تنها نیستین. با اینکه قرار خیلی ویدیو کوتاهی باشه، ولی به هر حال میذارمش چون که فقط میخوام که دوباره شروع کنم. همین دیگه. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین.